خب من قصدم از این وایس این بود که آثار فریدریش هایک رو برای شما معرفی کنم که بسیار عالی هستند در زمینه اقتصاد و روانشناسی و یکی از کتاب‌هاش رو فقط خیلی خیلی کوتاه برای شما میخونم. البته هم به راه بردگی و هم به راه بندگی این کتاب ترجمه شده به این عنوان که راه بندگی به روایت کاریکاتور اسم این کتاب، نویسنده فریدریش هایک هستش، مترجم محمود صدری و انتشارات دنیای اقتصاد هم این کتاب رو چاپ. پرده اول، جنگ برنامه‌ریزی ملی را تحمیل می کند. دولت مصمم شده است اقتصاد را شکوفا کند و ملت برای افزایش قدرت بسیج دولت با خرسندی از آزادیش چشم‌پوشی کرده است. ملت می‌داند که باید کاری کند که کشور از محاصره دشمنان خلاص شود. همه نیروهای کشور توسط برنامه‌ریزی دولتی بسیج شدند تا ملت را غرق سعادت و رفاه کنند. می‌خواهند همه شاغل باشند و برابر. پرده دوم، هواداران ادامه برنامه‌ریزی پرشمارند. پیش از آن که جنگ جهانی دوم پایان یابد، بحث‌ها بر سر ایجاد کمیته تولید در عصر صلح در می‌گیرد. برنامه‌ریزان عصر جنگ که می‌خواهند قدرت خود را در زمان صلح هم حفظ کنند، مشوق ایده کمیته تولید می‌شوند که من دیگه بیشتر